داره این رنگ کشیده استاد عباد فیض اللهی است ادیب خادم جمعیتی سیاسی ژورنالیستی راهنمای ما همه در پروردهای استاد در ساحه ژورنالیستی که وقتی که در گزیته کمسمولی توستان کار میکردم وقتی که استاد هم در گزیته توستان کار میکردم بسیار برکتی آنکت ما بهره برده ایم. وقتی که به اتفاق نویسنده ها آمدن کتاب یکمی من کاروان اولی باک به زبان روسی چاپ شده بود. پیش گفتارش همین استاد عزیزم نوشتگی من قطار فرزندشان بودم، خانهشان به رفت آمد میکردم. این بهرام جان دیگر همه ینگه عزیزم میدیدیم بچه های خورد بودم. بهرام جان از خردسالی یک شوق و هوس داد، همون آنچه ارسی محبت به ایجاد به نوشتن این ارسی از پدر گرفتگی و من در حضور همه بهرام را شاه پسری استادم میگفتم. هم نوشته هایش همچون ژورنالیست تحلیل کردناش همش در سطحی بالاتر بود، با نظر دیگر می نگریست و باز یک کار خوبش این ترجمانی وی است. بسیار چیزهای ادبی ایجادی ترجمه کرده است. از جمله زمانی مرا هم به روسی ترجمه کرده. ترجمانی هم خوب است. پروردگار جایش جنت کند، اون دنیاش آباد کند. این نفرهایی که اهل ایجاد هنرمندا اون دنیاشون هم آباد باشد. الوداع شاه پسری استادم، الوداع بهرام جان. درست اون عکسی که مثلا ماندگی هست اون یک لحظه از پرورش اولین شماره روزنامه برارود بود و همکاری ما با مرحوم در همین اژانسی برارود و نشریه اون صورت گرفته است. من بدون شبهه میگویم که یکی از پرقوت‌ترین ژورنالیستان ما بودند، خبرنگاران ما بودند، روزنامه‌نگاران ما بودند که در برابر روزنامه‌نگار خوب بودند زباندان خوب هم بودند. بخصوص زبان روسی رو خیلی عالی میدونستن و در بسیار موردها در ترجمه موادها و مطلبها سهم بسیار کلان داشتن و حرفه‌ای کار میکردن. همین دو خصوصیتشون بود که مثلا به این آدم همچون متخصص توجه خیلی زیاد شد و حتی در تشکیلات‌های بین المللی هم خیلی نسبت این آدم احترام زیاد به صفت یک کارمند حرفه‌ای داشتن و همکاری‌های زیاد میکردن. چند سال هم در این گونه ساختارهای بین المللی خدا رحمتی بهرام جان کار کرده است. البته
امروز از بین ما رفتن این خیلی آدم این یک ضربه سخت است به ژورنالیستیک تاجیک، اصلا به ژورنالیستیک ولایت سوخت. اما کارهای نیکی که انجام داده است همیشه در خاطرات ما، در یاد شاگردان ایشان باقی خواهد گذاشت و یادشان همیشه گرامی خواهد بود. ما دوستان همسفر تلفات اعلام کنم برام جان فضلای امروز با این دنیا قدر گفتم. برام جان در آیله تولد شد کمال یافته. این آیله یکی از معرفت پروران شوری عزیز ما شوری عزیز ما خصوصا برای ما بسیار باعث افتخار بود که پدر مهربانشان یکی از نویسنده های مشهور تاریخ خادم نمایان دولتی جمعیتی باد فیض‌الله یکی از اونیم که ختم نما برای ما بودن. صحبت هایی که با آن کس ما انجام می‌دهیم فقط با راه نیک، با راه پیشرفت حیات بود و خلاص. و محض بهرام‌جان در همین قابل کمال رسید. کمال آدمگری معرفت پروری رو از پدر مهربان بود فیض‌الله مادر مهربان است. با وجود آن که در این سن سالی که رفت بهرام‌جان بسیار عمله که در بین جامعه مقام خودش را یافته بود. بعد ختم با موفقیت فاکولته شهرشناسی دانشگاه دولت، دانشگاه ملی تاجیکستان و سالیان دراز در خارج مملکت در لیبیا همچون ترجمان کار کرد. ولی مهر و محبت ژورنالیستی وی را بواسطه به ساحه مطبوعات پیوست. و در کجایی که نباشد، در کدام ساحه گوییم که اداره های واسطه اخبار عامه کار نکرده باشد، بسیار قلم زیبا داشت، سخن برو داشت. در این نوشته هایش درباره گوییم که پیشرفت جامعه و درباره وسایل حیات مملکت ما بخشیده شده بود. در مهربان و خصوصا در اون دورانی که ما همراه در ولایت سوق فعالیت می‌بردیم، آدمگری، انسانیگری و رمزان بارها البته دنیا همین است. و امروز اگر بهرام‌جان از ما جدا شد و از ما به طور جسمانی جدا شد، لیکن معنوی با ما میباشه. من اطمینان کامل دارم که فرزندانش، همسفرانش، یار و دوستانش آن اقدام ها، آن آرزوهایی که در دل داشت عمل خواهند کرد. آخرتشان آباد، جایشان جنت باشه.